اگه زیاد با سندهای سر و کار داری که باید مکرر بهشون رجوع کنی یا حتی اگه تازه فایل‌هایی رو دریافت کردی که باید توی مدت کوتاهی ازشون سر در بیاری، این ریل برای توه. وارد آدرس ai.montforge.ir شو، از منوی مدیریت دانش فایل ورد یا PDF مورد نظرت رو انتخاب و بارگذاری کن. از قسمت عملیات اضافه کردن به عنوان مرجع رو بزن. هزینه عملیات بسته مقدار توکن هر فایل متفاوته. بعد از زدن دکمه پردازش چند لحظه طول میکشه تا فایلت به عنوان مرجع ثبت شه. وقتی پیام موفقیت آمیز بودن یا وضعیت فعال برای گزینه مرجع نمایش داده شه، یعنی اینکه عملیات تموم شد. حالا میتونی از منوی گفتگو با مایندفورج مدل زبانی مایندفورج رو انتخاب کنی، پرامپت یا سوالت رو ازش بپرسی و جواب سوالت رو از محتوای سندت دریافت کنی. اینطوری فقط یه بار فایل‌های مهمت رو آپلود و به عنوان مرجع ثبت می‌کنی و میتونی بارها از محتواشون سوال بپرسی. در انتهای هر جواب هم منابعی که ازشون به جواب رسیده رو نمایش میده. اگه هم لازم داری جواب هم از متن فایل‌های مرجعت و هم از دانش هوش مصنوعی داده شه، از مدل مایندفورج پلاس استفاده کن. ما اینجاییم تا در مسیر توانمند شدن با ابزار هوش مصنوعی همراهت باشیم.